خب اینجا قسمت بازی بچه ها، شهر بازی بچه هاست. اینجا استخر توپشه. الان خیلی خلوته. صندلی های ماساژ. و محیط خیلی بزرگی برای بچه هاست. اینجا که غرفه هاییه که برای بچه ها خودشون وای میسن مثلا آشپزی میکنن. هر کدوم از بچه ها یه جا رو انتخاب میکنن. وای میسن بازی میکنن. همه چی هستش. اینجا غرفه تره‌باره، میوه فروشیشونه. بچه ها وای میستن، سبدها رو پر میکنن، میخرن، میپوشن، با هم دیگه بازی میکنن. قسمت هم که اینا مسئولای اینجا هستن که کمک میکنن. اینجا بچه ها خونه سازی میکنن، لوگوها رو همه رو خودشون درست میکنن، میچینن. کتابخونی اون طرفش داره برای بچه ها. نقاشی داره. اون یکی الان آژیرش هم زد ماشینش. کافی شاپ کوچولو داره که پدر مادرها میان میتونن برای بچه هاشون چیزی بخرن یا خودشون بشینن، بچه ها اون بر بازی میکنن. اینجا حتما باید بچه ها اگه مثلا 3 سالشونه 2 سالشونه یه همراه باشه همراهشون. اما خب بقیه نه، میتونن بیان همراه داشته باشن یا نه، بستگی به خود پدر و مادرها داره. ورودی میگیرن نفری 200 بات. 1 ساعت بچه میتونه این تو بمونه با بازی کنه. فکر میکنم از 2-3 سال هستش تا 10-12 سال بچه ها میتونن بیان اینجا بازی کنن. اینجا هم که نقاشی صورت بچه ها میشینن براشون نقاشی میکشن صورتشون رو، هر مدلی که بخوان میگن و یه خانومی هست که اینجا مسئول نقاشی رو صورت بچه هاست. و ادامه کافی شاپشه که دام که راحتیه، مردم نشستن، باز این ادامه داره. یه محیط خیلی امن و خوشگل و پرتنوع واسه بچه ها. اینم که از این بازی‌های فکریه که این خانوما نشستن و هر بچه‌ای که بیاد باهاش بازی میکنن و راهنماییش میکنن برای این بازی‌ها. بازی فکریه.
اینجا هم که یه خیمه سرخپوستیه، میرن این تو میشینن و یه کمی ریلکس میکنن. ببینین قشنگ میتونی هر چقدر که بخوای این تو بری بشینی بخوابی. خلاصه که دنیای بچه هاست و قشنگه. خب امیدوارم که از این تیکه فیلم کوتاه من خوشت اومده باشه. یه محیط برای بچه ها بود و خواستم نشونتون بدم که برای بچه ها امکانات چیه تو سر تا سر این کشور و مالا. از این مراکز تفریحی برای بچه ها خیلی زیاده و بچه ها اهمیت میدن و خیلی امکانات براشون میذارن. حالا بعضی مالا که اصلا انقدر شهر بازیش بزرگه که دیگه اصلا آدم نمیدونه کجاش بره. فعلا بدرود. پاینده ایران و ایرانی. جاوید شاه تا ابد.